أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب متن الآجرومیه 18 درس گرفتیم و حالا درس 19 را به سمع شما برادران و دوستان پیشکش خواهم گردانید. پیش از اونه که درس 19 را که در باب توکید هست، سیوم قسم توابع می باشد، پیش از اونه که این را شروع بکنیم اولا میخواهم درسای گذشته را باز یک بار دیگر مختصرا تکرار کنم که فعل مضارع در 10 جا منصوب می شود: ان، لن، اذن، کی، بعد اینها، و در 18 جا مجزوم می شود: لم، لما و لام الامر و لا فی النهی. اینها در مجزوم می شود. در غیر این 28 جا فعل مضارع مرفوع می باشد. اکنون فعل مضارع را فهمیدیم و فعل ماضی و فعل امر مبنی است که این تغییر نمی یابد. میگذاریم به اسم. اسم در 7 جا مرفوع می باشد. این 7 جا عبارت است از فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، اسم کانه، خبر اینه. 6 تا شد. در این 6 جا هفتم جایی که اسم مرفوع است این توابع هست. ما و شما گفتیم که توابع 3 تا می باشد. معذرت میخوام، توابع 4 تا می باشد. یکم نعت است، گرفتیم با تفصیل. یکم نعت است، این رو با تفصیل گرفتیم. دوم عطف است، عطف رو همچنین با تفصیل گرفتیم با حرفا و با تقسیماتش. اکنون امروز قسم سیومش رو میگیریم. این درس 19 ما و شما درباره توکید می باشد. سیوم قسم توابع. دقتید برادران، توکید چی معنا دارد؟ توکید یا تأکید هر دوش جایز است. میتونم بگم که توکید با واو، میتونم بگم به همزه تأکید. هر دوش جایز و درست است. توکید یا تأکید در لغت به معنای تقویه می باشد. تقویه یعنی که قوه دادن، تأکید کرده. ما شما به تاجیکی تأکید میگیم. مثلا یک کار میگیم بکو، تأکیدش میگیم که بکو، یعنی تقویتش میتیم بکو. پس در لغت به معنای تقویه بوده از تأکید یا توکید. اما در اصطلاح، در علمی نحو، وقتی ما توکید میگیم چی رو در نظر داریم؟ میگه توکید به 2 قسم تقسیم میشود: توکید لفظی و توکید معنوی. 2 قسم. یکم توکید لفظی است، دوم توکید معنوی هست. این توکیدات رو دقت دید: توکید لفظی و توکید معنوی. توکید لفظی چی است؟ توکید لفظی تکرار کردنی خودی همون لفظ یا هم معنای لفظ رو توکید لفظی میگن. به مثل چی؟ مثال میاریم. مثلا میگیم جاء محمدون محمدون. ببینید، جاء فعل ماضی، محمدون محمدون، 2 بار محمد گفتیم. محمد یکمی گفتگیمون فاعل است. دومش چی است؟ در اعراب دومش توکید است. مثلا میگیم که جاء زمیلک زمیلک. دقت دادید؟ جاء فعل ماضی، زمیلو فاعل، زمیلک یکم فاعل است. زمیلک دوم چی است؟ توکید است. این تکرار لفظ. یا مثلا میگیم جاء محمدون. دیدید؟ جاء یکم فعل ماضی، جاء دوم چی است؟ توکید جاء یکم است. این توکید به لفظش، به عینش. اما مرادفش چی؟ مرادفش مثلا جاء حضر
محمدون. جاء فعل ماضی، حضر فعل ماضی، هرش به معنای، به معنای آمدن. جاء و حضر به معنای آمدن. پس محمدون، محمد آمد، محمد آمد. ببین جاء حضر محمدون یعنی که آمد محمد. آمد رو دو بار تکرار کرده میشه. آمد یکمش فعل ماضی، آمد دیمش چی؟ توکید، تکرارش. اینجا توکید چی است؟ مرادفش است، هم معناش. جاء حضر مرادفش. لیکن جاء بگیم این لفظش میشود، توکید لفظی. لفظی خودی عینی همون لفظه. یا مثلا میگیم که هل تذهب، آیا میروی تو؟ در جواب میگن نعم اذهبو. نعم دو تا نعم. نعم یکمش جواب است، نعم دویمش چی است؟ توکیدی جواب هست. یا میگه لا با تو که مثلا میگه نه یکم جواب است که نه نمیروم، نه دویم توکیدش است که انیق نمیروم. دقت دیده کن. توکید، این توکید چی بود؟ لفظی بود. و توکید معنوی. توکید معنوی چی است؟ توکید معنوی توکید است که در قاعدهش میگه التابع الذي يرفع احتمال السهو او التوسع في المتبوع. یعنی که تابع هست که دور میکند سهو را، سهو از بین میرود، یا توسع در متبوع هست. مثالش مثلا میگوی جاء الامیر. ببین جاء الامیر، امیر، این امیر کی است؟ مثلا امیر آمد، شاید خدمتگاری امیر آمدگی است. پس میگوی که نفسه، یا میگوی عینه. پس این دلالت که پس ببین جاء الامیرو فاعل ای، نفسه چی ای؟ نفسه توکید ای. توکید دو نمودن، لفظی معنوی. این توکید چی ای؟ معنوی است. توکید چی است؟ معنوی. یا مثلا میگیم که جاء الامیر عینه، امیر خودی امیر آمد. مثلا یک قاضی را میاریم، جاء القاضی نفسه، قاضی خودش آمد. با تو که مثلا خودش. یا که مثلا امروز مثال بین مردم بیاریم، مثلا میگه که رئیس ناحیه را دیدم. در قشلاقتان میگه رئیس ناحیه را دیدم، میگه نه رئیس ناحیه را دیدم. یا مثلا پرزیدنت را دیدم، پس میگه نه پرزیدنت دیده نمیشه، شاید خدمتگاری بگیم معاون پرزیدنت دیده است، شاید یکم وزیر دیده است. پس برای توکیدش که پرزیدنت خود دیده میگه که رأیت الرئیس نفسه. ببینید، یا رأیت الرئیس عینه، یعنی که خودی پرزیدنت خود دیدگی هستم، دیگر کس نه، خود دیدم. انا میره چی میگن؟ توکید. وقتی عین و نفس گفتیم اگر این توکید چی میشود؟ معنوی. باز اگر بگه که رأیت الرئیس در این صورت توکیدی لفظی است. توکید را تقسیمات چه دقتیه. پس صاحب کتاب چی میگه؟ میخونیم متن رو. اکنون فهمیدیم تقسیماتش رو. متن رو میخونیم. در متن چی میگه؟ میگه که باب التوکیدی، باب در باب توکید است. باب درباره چی است؟ توکید است. توکید گفتیم از قسم توابع است. توابع 4 تا است. یکمش نعت است، دویمش عطف است، سومش توکید است که حالا میگیریم. درس امروزه، درس آینده بدل هست. قسم 4 بدل. با همین توابع خلاص می شود. اکنون توکید چی معنی دارد؟ التوکید میگه توکید چی است؟ تابع للمؤکد فی رفعه و نصبه و خفضه و تعریفه. اکنون چی؟ یعنی که تابع است. میگه توکید تابع است. تابع در چی است؟ در اعرابش، در حرکتش. ببینید چند مثال آورده. مثلا گفتیم که جاء الامیر، رو مرفوع خوندیم، نفسه. رأیت الامیر نفسه. یا مثلا مثال تغییر میتیم. مثلا که میگوی که حفظت القرآن کله. کله همچنین است. چی است؟ الفاظی توکید است، توکیدی معنوی. یا مثلا میگوی که حفظت قرآن، دو بار قرآن میگوی، توکیدی چی است؟ لفظی. یا مثلا میگوی حفظت القرآن
والقرآن المصحف. توکید چی است؟ لفظی. لفظی چی؟ ردیفش هم معناش. اکنون ببینید چی میگه. تابع للمؤکد میگه تابع است در مؤکد. در چی؟ در رفعش. اگر مرفوع باشد مرفوع میشه. مثلا که جاء الامیر نفسه. و نصبه در نصبش مثلا رأیت الامیر نفسه. الامیر آخرش فتح شد، نفسه آخرش چی میشه؟ فتح میشود. امیرو آخرش مرفوع شد، نفسو آخرش مرفوع میشود. و خفضه و در خفضش همچنین مررتو یا سلمتو علی الامیر نفسه. نفسه علی الامیر ری آخرش کسره شد، نفسه سی آخرش چی میشه؟ کسره میشود. و تعریفه همچنین در معرفه بودنش. اکنون دقت برادرانم، این بود چی؟ معنای توکید. اکنون در اینجا تقسیمات توکید ذکر نمی کند. صاحب کتاب متن آجرومیه تقسیمات ذکر نمی کند. تقسیماتی که پیشتر گفتم این را در یادتان بگیرید، بنویسید و از یادش کنید. اکنون صاحب کتاب میگه که و یکون بالفاظ معلومه. میگه توکید به لفظای معین می باشد. وقتی لفظای معین قطعی که باشد پس این کدام نمودی توکید در نظر دارد؟ این توکیدی معنوی را در نظر دارد، لفظی را نه. توکید معنوی را در نظر دارد. و همون لفظای معین میگه النفس والعین و کل و اجمع. انا همین 4 کلمه می باشد. و توابع اجمع. و توابع اجمع و اجمع میگه با توابع دارد. اونها چی هستن؟ یکمش اکتع، دویمش ابتع، سیمش ابصع. این 4 تا اینها را نامشون توابع اجمع است. یعنی اکتع، ابتع، ابصع به معنای اجمع هست. این 4 تا کلمه به یک معنا می آید که انشاءالله حالا درباره این معلوماتی با تفصیل میگیریم. دقت کنید برادران، ما اولین لفظایی که گفتیم لفظای توکید معنوی هستند. این چی هست؟ نفس است و عین هست. دقت کنید، نفس و عین باید وقتی که توکید می شود در آخرش باید یه ضمیر داشته باشد که بر بگردد به مؤکد. ضمیر باشد بر بگردد به مؤکد. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میگم که جاء الامیر نفسه هو، یعنی ضمیر باید در آخرش باشد. یا عین ده جاء الامیر عینه، یعنی هو باید باشد. ضمیر باشد که بر بگردد به چی؟ به مؤکد، به همین امیر. چرا که ما تاکید کردیم به الان باید بر بگردد. اگر که مفرد باشد ضمیر مفرد میشد. مثلا جاء الامیر عینه یا نفسه. یکم. دوم اگر مثنا باشد چی؟ جاء الامیران نفسهما عینهما. دیدید؟ ضمیر مثنا می شود. اگر جمع باشد چی؟ جاء الامراء نفسهم عینهم. دیدید؟ این در حالتی چی است؟ مذکر. اگر مؤنث باشد چی؟ جاء الامیرة نفسها عینها. ضمیر مؤنث برمیگردد. در آخر نفس ضمیر مؤنث میکنیم. اگر مؤنث باشد چی؟ جمع. جاء الامیرات نفسهن عینهن. دیدید؟ این را دقت. در آخر نفس و عین ضمیر است. اون ضمیر موافق است با مؤکد، چرا که تاکید کردیم موافق با همون. اگر مفرد باشد مفرد، مثنا باشد مثنا، جمع باشد ضمیر رو جمع میکنیم. اگر مؤنث باشد ضمیر مؤنث میکنیم. اگر جمع مؤنث باشد ضمیر جمع مؤنث میکنیم. خلاصه موافق با همون مؤکدش میکنیم. و این درباره عین و درباره نفس بود، درباره نفس و عین بود. اکنون قسم دوم درباره کل هست. کل و
جمع، اجمع یا جمیع می شود. اجمع می شود جمیع. هر دوش به معنای توکیدی چی است؟ توکیدی معنوی است. توکیدی معنوی است. مثالش مثلا من میگویم که جاء القوم كلهم یا جمیعهم. دیدید؟ اولا بیا یک کس رو میاریم. مثلا میگیم که جاء الجیش، جاء الجیش كله، جیش كله. ببینید كله برمیگردد به چی؟ به جیش. همه جیش آمدن. اگر جمع بیاریم چی؟ مثلا میگیم که جاء الرجال كلهم، ضمیر جمع میکنیم كلهم. همچنین مثلا میگیم که جاء الجیش عینه، یا که جاء الجیش عین، جاء القوم، یا که جاء الرجال عینهم، یا معذرت میخوام جمیعهم. عین برای مفرد است یا برای یک شخصیت معین باشد، مفرد نه، برای یک شخص معین، مثلا امیر، یک تا امیر، دو تا امیر، سه تا امیر. اما کل و اجمع این برای جمعیت هست، یک از استفاده برده نمی شود. نمی شود بگویی که جاء الرجل كله یا جاء الامیر كله بگویی نمی شود، یا جاء الامیر اجمع یا جاء الامیر جمیع بگویی نمی شود. اگر که یک شخص معین ده اگر استفاده بری، نفس قطعی عین استفاده میبری، هر کدامش استفاده بری ممکنه. لیکن کل و اجمعی برای جمع هست اگر بسیاری باشن. مثلا جیش، جیش یک کس نیست. مثلا قوم، قوم یک کس نیست، بسیاری هستن، پس در کل استفاده میبری. نه که در جمع مثلا رجال مردها یا عمال کارگرها، درجه اجمع یا جمیع را استفاده میبری یا کل استفاده میبری. و توابع اجمع مانندی اکتا و ابتا و ابسع هست. همه اینها قطعی همچنین میآید. لیکن این سه لفظی که در آخر ذکر کردیم، اکتا، ابتا، ابسع، اینها به اجمع نمیآیند. اینها حتما بعد اجمع میاد، برای توکید است و بس. مثلا میگوی که جاء الجیش اجمعون اکتعون ابتعون ابصعون. دیده؟ همش به یک معناست. مثلا جاء القوم یا جاء الجیش اجمعون، یعنی جیش همه اشون آمد. اعرابش میکنیم جاء فعل ماضی، جیش فاعل است، الجیش فاعل، اجمعون، اجمعون این توکید است. توکید چی است؟ توکیدی لفظی است، توکید معنوی است، توکیدی معنوی می باشد. و اکتعون، ابتعون، ابسعون، اینو همش توکید از همین به معنی از اجمعون شد به معنای اجمعون است. یعنی که معناش این است که آمدن قوم همه‌شون. ببین همه‌شون رو چند بار تکرار کردیم، لیکن لفظ دیگری جاء القوم اجمعون اکتعون ابتعون ابسعون، همین به یک معنا بوده است، به معنای اجمع، یعنی همه‌شون. و صاحب کتاب چی میگه؟ صاحب کتاب متن میگه که صاحب کتاب متن آجرومیه که تقول قام زید نفسه و رأیت القوم كلهم و مررت بالقوم اجمعین. این را دقت چی است؟ میگوید که جاء القوم، معذرت میخوام، قام زید نفسه. ببینید قام فعل ماضی، زیدون فاعل مرفوع، نفسه برای چی مرفوعه؟ نفسه زیدون فاعله، لیکن نفسه برای چی مرفوعه؟ نفسه میگیم توکیده. چی نمود توکیده؟ توکید چند نموده؟ دو نمود، توکیدی لفظی، توکیدی معنوی. اینجا ده نفسه توکید لفظیه یا که معنوی؟ توکیدی چی است؟ معنوی. ما گفتیم توکید معنوی اگر برای یک شخص معین باشد، اگر در این صورت در آخرش باید ضمیر باشد. ضمیر دارد؟ بله، نفسه هو، اونم ضمیر برمیگرده به کی؟ به زید. خب
زیدون مرفوع برام خاطر نفسو چی شد؟ مرفوع شد، زیرا که از توابع است در اعراب پیرویش میکند. اهمیت دادید؟ بیاین همین مثال رو تغییر میتیم. رأیت زیدن نفسه، ببینید زیدن شد نفسه میشود. یا بیاد با تغییرش میتیم. مررت بزیدین نفسیهی، دقت دادید؟ نفس آخرش زید اعرابش اهمیت داده سای. زید مرفوع شود نفس مرفوع می شود، زید منصوب شود نفس منصوب می شود، زید مجرور شود نفس مجرور می شود و هوی ضمیرش هم موافق با زید می شود، با مؤکد. نمی زید مؤکد میگن، نفس توکید میگن. این را نموشون یاد بگیرید. وقتی مؤکد که میگیم یعنی که کلمه نمی زید چیزی را که تاکید کردیم. در همین مثال ما زید مؤکد ایو، نفس چه توکید است. بیا مثال دیگه‌اش رو میخونیم. و رأیت القوم كلهم، و رأیت قوم كلهم. ببینید رأیت فعل و فاعل است، قوم چی است؟ مفعول به است. کله چی است اعرابش؟ قوم مفعول به است، کله چی است؟ این توکید است. کدام نمودی توکید است؟ توکیدی معنوی. برای چی لفظیش نگفتیم؟ به خاطر اینکه لفظ خودش نیست. اگر ما بگم که ورایت القوم القوم، در این صورت لفظی می شود. وقتی میگم ورایت القوم كلهم، در این صورت چی می شود؟ معنوی می شود. کله در آخرش باید ضمیر باشد بر بگردد به قوم. ببینید كلهم، هم ضمیر است که به قوم بر میگردد. مثال سومش و مررت بالقوم اجمعین. مررت فعل فعل بالقومی، قومی را ببینید کسرای، اجمعین این چی شد؟ توکید شد. توکید چی است؟ توکیدی معنوی. توکید باید قومی مجرور، اجمعین باید مجرور شود. مجرور شد؟ بله. کو اجمعین نه، آخرش فتح است. کو مجرور در کجا است؟ این را میگیم که جمعی چی است؟ و مثل جمع مذکر، و مثل جمع مذکر سالم جمع می شود. این را پس میگیم اجمعین مجرور و علامت جره الکسره. معذرت بخوام، و علامت جره الیاء. علامت جرش چه؟ حرف یا است. چطوره که در مسلمین میگفتیم کو انا همون طور. مثلا میگفتی که رأیت المسلمین مررت بالمسلمین، مسلمین یا قطع میگفتیم انا می رنگ انا همون هست. بالقوم اجمعین، اجمعین. پس میگیم اجمعین توکید قوم است، مجرور و علامت جره الیاء لانه ملحق به جمع مذکر سالم. یعنی که این به مثل مذکر سالم است. میتونه که بگید که جمع مذکر سالم هست. برای همون خاطر این چی است؟ اجمعین. پس این بود درس امروزه ما و شما بابی توکید. با این درس امروزه رو به پایان میرسانیم و درس 19 ما و شما همچنین به پایان رسید. درس آینده انشاءالله درس بدل رو میگیریم. با همین توابع مرفوعات خلاص می شود. از این به بعد در هر کجایی که شما مرفوع رو دیدید باید بشناسید که چی است، زیرا که اسم مرفوع کشید همین 7 قسم گفتگیمون بیرون نمی شود. و درس امروزه رو در اینجا به پایان می رسانم تا درس آینده. یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.